امینوف حسین جمایویچ دکتر علم‌های طب، پروفسور کافدرای رقم یک بیماری‌های کودکانه دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام عبالی ابن سینا روز 2 سپتامبر از عالم چشم پوشید. در این باره در فیسبوک میخائیل پتروشکوف خبر داد. درباره علت مرگ پروفسور امینوف چیزی گفته نشده است. پروفسور امینوف یکی از بهترین طبیبان تاجیک در ساحه طبابت بیماری‌های کودکانه به شمار می‌رفت. میخائیل پتروشکوف می‌نویسد دانشگاه طبی تاجیکستان در دوران استادان یوسف خان اسحاقی و منهاج غلاموف خزینه شخصیت‌های بزرگ، ابرمردان و نمایندگان مکتب قدیمه شورتیار به شمار می‌رفت و اکای حسین یکی از آنها بود. دانشگاه طبی تاجیکستان متاسفانه حالا آن آبروی و اعتبار قبلیش را از دست داد. بیشتر همچون یک مکتب عالی آلوده به فساد نام برآورده است. دانشجویان این دانشگاه و والدان آنها شکایت میکنند که خراجات تحصیل در دانشگاه طبی همراه با پولی که همچون پوره برای گرفتن امتحان میدهند از نرخ تحصیل در دانشگاه های خارجی نیز بیشتر شده است.